زوجینی که میخواین پدر مادر شوند یا خانم میخواد که حمل بگیره، کدام نکات است که باید مد نظر بگیره؟ اول خود 6 ماه پیش از اینکه حمل بگیرین حتما پیش دکتر دندان برین، خبر دندانایتان بگیرین که دندانایتان جور است یا نیست، بخاطر که در جریان حاملگی مشکلات دندان زیاد میشه، تغییرات هورمونی، ضعیفی، معافیت پایان سبب میشه که دندانایتان هم ضعیف شود. باز دکتر دندان در جریان حاملگی کار کردن نمیتونه، یا دندانتان بکشه یا پر کنه. از او خاطر 6 ماه پیش از حاملگی پیش دکتر دندان برین و 3 ماه پیش از حاملگی پیش دکتر نسای ولادی تان برین، صحت خودت چک بکنین که خوب هستین، صحتمند هستین، بر حاملگی آماده هستین یا نه، و هم از نظر اقتصادی و از نظر روانی حالات شما خوب است، شما یک مادر خوب شده میتونین، یا یک طفل را که شما به دنیا میارین مسئولیتش از نظر اقتصادی، از نظر روانی، از نظر فیزیکی، از نظر صحی گرفته میتونین، یعنی باز بعد از او حمل بگیرین. چرا؟ به خاطر که صحت زن ثروت زن است.